آکلم اینا بعد شب آغاز بچه ها سلام، خسته نباشین. من همین الان رسیدم خونه. میگم من صبح داشتم میرفتم، خیلی گشتم دنبال این برادر تاجیک زبان ما، برادر تاجیکستانی ما، ندیدمش. الان دارم میرم پیاده روی داداش. از سر کار اومدم، میخوام برم پیاده روی، بعدم میخوام برم ورزش. اگر دور و بر خانه هستی همینجا باش، من تو رو ببینم. میگن 3-4 بار اومدی. برادرای افغانستانی من، خب خواهر برادرای من وقتی که میان، من این نمیخوام همینجوری بری داداش. اگه دور و بر هستی تا یه 10 دقیقه دیگه بیا همین برا داداش. این مورم به عشق بچه های تاجیکستان میزان کردم. بیا تو رو ببینم جیگر، بیا. اول از همه من خدمت شما عرض بکنم، ما اصلا عددی نیستیم که کسی بخواد بیاد دم در خونه. و معمولا دم در خونه که کسی بیاد من زیاد موافق نیستم، چون اینجا آپارتمان خانه شخصی من که نیست. ولی این برادر تاجیکی ما الان میگن 3-4 روز وقتشو گرفته تو آمریکا. حاجی یه روز کار نکنی چشاتو میدوزن. 3-4 روز اینجا. دلم نمیاد حاجی همینجوری بره. فهمیدی چی شد؟ آره، برای همین یه دونه رو گفتم که آقا اگه راه داره بس بیاد، که من نمیدونم مثلا هست یا نه. آره دارم میرم، ولی کلا میگم دم خونه رو زیاد موافق نیستم. جیگر تو، جیگر من، جیگر اون. رونالدو کومپاره، بزن راست. مربیه. آخه میخوام یه ورزش رو ببین خارکوسه مادیانی کنم. این ماشین رو میخوام اگه چیز شریکی به حاجی بخریم، پشتیش هم هندوانه بفروشیم. هندوانه میفروختن دادیم، خوشگله. بچه ها این کالیسپل فورد کورتین کوینتس هستش که از رینگ های خاص تیتانیوم های نگاییده و عقربه بریزلی که از سوئیس مادر بزرگ چکسلواکی گرفتن. و اون ماشین ده پسر قدیر کارتون خواب است. به روح مادر جوانم همه اینا قصیه، به قرآن مجید. من الان اومدی و خارکوسه پیدا نمی کردن، من پول نداشتم که به تو بدم، تو واقعا میخواستی این بدبخت رو بگیری سرتر کنی؟ خدا من یه خونه از خودم ندارم آخه، کس قول برم ماشین بدم آتیش بزنم، ولی این اول آتیش باید بزنم. اونا مال من، دست نزن ماشین. آقا این برادر عزیز من کشتیگیر، قهرمان 3 دوره تاجیکستان، رفیق حسن آقا یزدانی، کشتیگیر آزادکار، میگه همیشه که می اومدم ایران مهمون حسن آقا بودم با حاجی. این آقا حامدم بچه تاجیکستان. حاجی من فکر میکردم یه آدم بچه سال 200 تن دستش، حاجی کشتیگیر، بچه با غیرت. یه عالمه برای ما کادو آورده از تاجیکستان، کلاه و از بدخشانی تاجیکستان، از منطقه‌های تاجیکستان. از باز من این گوشی در اینجا دارم، میخوام من با تو حال کردم، میخوام اینا رو بگم. آقا این تاجیک، این رسم دیگه، اینو دیگه باید بپوشم حاجی. وایسا عجب چیزی آوردی برادر من. وایسا این به تو آخر بگیره. هر دیگه آقا دست درد نکنه، دست درد. ما رو من بود بذارم ها. Oh my god. از بدخشان، از ختمان. این باید بغل باشه. این بغل باشه. بذار خودت بذار. فشار بده، مونو بیخیال شو. از ختمان تاجیکستان، از بدخشان. یه چیزی هم به تاجیکی به بچه محلات بگو، به کشوری ها. بیا این بار بغل من، تو بیا این بار، من چون صورتم از این بار کجه، فهمیدی؟ یه چیزی داداش به تاجیکی هم به برادرای ما بگو. میخواستم که برادرای تاجیک و ایرانی ما نزدیکتر شویم، دوستتر شویم. ما همه یک ملت هستیم، فارس زبان هستیم.
میخوام دوستی بین تاجیکا ایرانیا همه نزدیکتر و خوبتر و بیشتر باشد. رحمت کلام آقای احسان در که ما را قدردانی کرد قبول. ایرانیا همه نزدیکتر و خوبتر و بیشتر باشد. رحمت کلام آقای احسان در که ما را قدردانی کرد قبول کرد. رحمت آقا خیلی آقای خدا وکیلی، همون آقا حامد همین برادر ما کشتیگیر صورت رو داشت، صورت کشتیگیر، مرام کشتیگیری 5 روز اینجا اصلا باورت نمیشه. یک عشق و محبتی به من داره میده که بهش گفتم باید بیای 3-4 روز خونه من باشی، من و تو بریم تمرین. این آقا رو دیگه شما تو استوریای من میبینید، اصلا یک بچه عجیب غریب انسان دمت گرم. خیلی آقایی عجب چیزی آوردی حاجی، دمت ما شما گرم. رو در تاجیکستان انتظاریم. ما میخوایم در آینده شما من میام تاجیکستان 100% نوکر شما هستم. این لباس هم میپوشم همش که شما ببینید. این لباس مقدسه برای من، یادت نره داشت دست حاجی این چه آقایی خدایی. گل باش دیگه رفیق شدم. میگه همه تاجیکستان هایستان عاشق تو میگه. گفتم میشناسم منو؟ میگه همه جوانو همه کردم. گایساکوی ما کامنتار دا گپ خبرش کنه گوشش بجنبا. آقای اینجا برای من کلی وسیله و پرچم و لباس و آره دم بچه های تاجیکستان گرم. این کادو از طرف همه شماست. از طرف یک کشتیگیر هم هست که میدونی که ورزش اول من کشتیه. تمام شده رفت. ما میخوایم شما رو در تاجیکستان ببینیم. ما شما رو تاجیکستان دعوت میکنیم. من به تاجیکستان بیام ایران ما رو کار نداره، از اون بار نبرم ما رو نبرن سر شام ما رو بگیدن نگی. آقا دمت گرم